حرفی که رسانه ها میگن، انتقاداتی که رسانه ها میکنند از حکومت یا از هر مشکل، از هر خب به اصطلاح نواقص و کمبود جامعه افغانستان، با او چگونه رسیدگی میشه از جانب حکومت و هر نهاد مسئول دیگر؟ بسیار تاثیرگذار است یا خیلی کم؟ بسیار خوب است. ما در بعد از حکومت وحدت ملی یکی دو مورد در ما پیش آمدیم که گرچه موارد بسیار استثنایی است که ژورنالیست‌ها در صفحه فیسبوک خود نوشتن که گزارشاتی را که نشر کردن رئیس جمهور را خوانده و با مستقیم با خود ژورنالیست‌ها تماس گرفته. این یک چیز بخی استثنایی است که ما در یکی دو ماه یا 3 ماه قبل شاید این موارد بودیم. آنچه که فعلا در افغانستان تاثیرگذار است و تا اندازه میتونه اصلاحات بیاره، امی رسانه هاست که قضایا را تا حدی که میتونن جدی تعقیب کنن و میتونن گزارش خود تکمیل کنن و حکومت بر از این قانع بسازن که واقعا نواقص وجود داره. در این راستا بررسی ها صورت میگیره، از طرف خود حکومت هم بررسی صورت میگیره و تا حد تاثیرگذار است در خب بله. یک مورد دیگری هم که بود بعد قتل بسیار وحشت انگیز و فجیع فرخنده در کابل، او چیزی را که یک معاونی یک خانم با اسم سیمین که در صفحه فیسبوک خود نوشته کرده بود با حمایت از کسایی که فرخنده را قتل کرده بودند، و بعدش هم من فکر میکنم که زیر تاثیر خب انتقادات بسیار شدید رسانه افغانستان و پیگیری های بسیار باعث شد که او بله طبعا یکی از مواردش است که شما خودتان از یاد آورید. در ولایات در دست رسانه ها چه وضع دارن ژورنالیست ها؟ مثلا شما دارید مثلا ولایاتی را که در اونجا تقریبا رسانه ها وجود نداشته باشند یا ولسوالی ها قریجاتی که هیچ بوی از وجود رسانه ها و ژورنالیست ها نباشه؟ طبیعی افغانستان یک ولایت است که بعضی نقاط صعب العبور هم دارن و رادیوهای محلی هم از لحاظ بعد نشرات تابع محیط هستند. هرگاه اگر محیط بر از آماده نمی باشه، ساحات بیشتر کوبن می باشه، طبیعی است که در نقاط رادیوهای محلی نشرات می داشته باشند که اون نمیتونه بیرون از مرزای منطقه و از کوه بندها عبور کنه، که ما با او حد رادیوهای محلی هم نداریم که تمام افغانستان از تمام قضایا آگاهی پیدا کنن و پیام برای همه مردم برسه. و در قسمت روزنامه خوانی هم یک مشکل بسیار جدی مردم افغانستان است که این فرهنگ هنوز با او حدی که ایجاب میکنه نهادینه نشده و دسترسی به معلومات به می دلیل در روستاهای بسیار دوردست ممکن نیست، مگر شهرها، مراکز ولسوالی ها و ولایات در مجموع دسترسی به اطلاعات دارن، بر رسانه ها دارن و میتونن که آنچه واقعاتی که در اطراف و اکناف او ولسوالی ها اتفاق بفته او را برای مسئولین برسانن، مگر ای که خود مردم تمام افغانستان و خصوصا ساحات دوردست و صعب العبور و ساحاتی که خصوصا شکل کوبنده به خود داره که رسانه های مرکز ولسوالی ها یا ولایات او ساحات تحت پوشش قرار دادن نمیتونن، طبیعی است که مشکل خود دارن. خب در برابر انجمن شما با چه تعداد مثلا نهادهای وجود داره که از حقوق رسانه، از حقوق روزنامه‌نگاران دفاع میکنن و چی نقشی دارن اینا در جامعه افغانستان؟ تا چه اندازه حرف اینا تاثیرگذار است و تا چه حد مثلا رسانه ها میتونن که به قدرت و حیثیت اینا اعتماد کنن؟
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان که اصلا وجودش را تمام نهادهای ژورنالیستیک افغانستان، تمام نهادهای دفاع از حقوق ژورنالیست‌ها تشکیل میداد و به می اساس از طرف فدراسیون بین المللی ژورنالیست‌ها در سال 2003 ایجاد شد با قوت و با حمایت تماما ژورنالیست‌های افغانستان و تماما نهادهای دفاع از رسانه ها. مگر مشکلات پیش آمد که نهادهای که با از اتفاق همه از و از همبستگی همه از این انجمن به وجود آمده بود، دوباره و هر کدام عرض اندام کردن و کارهای خود به شکل مستقلانه دوباره آغاز کردن که همیش برای دفاع از حقوق ژورنالیست است. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان حمایت فدراسیون بین المللی ژورنالیست‌ها و گزارشگران بدون مرز در بیرون از اینا را داره و قضایی که پیش میاد در افغانستان ضمن از که دیگر نهادها هم در برابرش بی تفاوت نیستند، طوری که من پیشتر هم یاد کردم هماهنگ عمل میکنن. انجمن آزاد ژورنالیست هم در قضایا بسیار جدی عمل میکنه که ما از ضمن دفاع انفرادی هست همه حقوق ژورنالیستایی که به مشکل مواجه میشن، میشه از پیگیری قانون حق دسترسی به معلومات و قانون رسانه ها یادآوری کنیم که در این انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نقش کلیدی را داشته. مواردی که باعث تضعیف آزادی بیان در افغانستان میشه و را یادداشت کردن و برای ریاست جمهوری او را سپردن، در ضمن با نهادهای دیگر هماهنگ این قضایا را پیگیری کردن و رئیس جمهور بر از این قانع ساختن که نواقصی که در قانون رسانه ها و قانون حق دسترسی به معلومات است به او تجدید نظر کنند که رئیس جمهور بر از این هنگام توشیح از این قانون که و دلایل خاص خود داشتن و ایجاب میکرد که قانون توشیح شود، مگر وعده سپردن که به زودترین فرصت برای نواقصی که قوانین داره به او رسیدگی میشه که عاملش در جمله سایر نهادها یکی نهاد انجمن ژورنالیستان آزاد است. همین آزادی بیانی که شما از وجودش در افغانستان ستایش کردید بر اراده رئیس جمهور یا حکومت وحدت ملی بستگی داره یا که بر قوانین؟ چون در صحبت ما زیاد مشاهده میشد که شما بیشتر تاکید میکنید بر موضع‌گیری های رئیس جمهور. خب طبیعی است که اگر بیشتر متکی به قانون است و اگر رئیس جمهور هم برای آزادی بیان ارج میگذارن، او برگرفته از قانون افغانستان است که او اصلا باید برای قانون افغانستان، برای قوانین افغانستان احترام بگذارن که و رئیس جمهور هم جزء از مردم افغانستان است و خود پابند به اگر یکی اراده رئیس جمهور در برابر رسانه ها و آزادی بیانی که وجود در افغانستان تغییر کند، می شود گفت که مثلا فضای حاکمی که وجود داره و آزادی که وجود داره مواجه به کدام مشکل شود یا که تغییر کنه به طرف منفی؟ بعض نواقصی که در قانون رسانه ها و قانون حق دسترسی و معلومات است، اگر نهادهای ژورنالیستیک و نهادهای جامعه مدنی بر از این قادر شوند که او نواقص رفع کنند و در قانون رسانه ها تعدیل بیه، قسمی که تانستن نهادهای رسانه‌ای کمیسیون رسیدگی به شکایات تخطی های رسانه‌ای را
که ما و شما در رمی نزدیکی ها شاهدش هستیم که بله. بر اساس فرمان رئیس جمهور لغو شد. اگر این تغییرات در قانون بیارن، ما مطمئن هستیم که با امو قوت و قدرت و هماهنگی که میان نهادهای رسانه‌ای است، اگر اراده رئیس جمهور هم تغییر میکنه یا از رئیس جمهور بعدی اگر کسی میایه با اراده متفاوت از رئیس جمهورهای گذشته، بازم ما نظر به وضعیتی که در رسانه ها و نهادهای رسانه‌ای و ژورنالیست های افغانستان میبینم نمیتونه تغییر را وارد کرده بتونه. اصابت شما همین خیلی خلاصه می شود که فعلا در افغانستان دولت یعنی حکومت کدام مشکلی را با رسانه ها نداره. اگر که هم وجود داره این نهادهای پایین رتبه هستند که با اینکه منافع خودشون مواجه به مشکل میشه، خب با رسانه ها خب مشکل با وجود میاره. اما قضیه های دادگاهی که اگر میان جامعه روزنامه‌نگاری یا ژورنالیست های علیحده با کدام یک خب شخص واقعی یا بگیریم دیگر نهادهای حکومت اگر به وجود بیاید، در این قضیه ها قاضی ها یا دادگاه بیشتر به اساس قانون حکم صادر میکنه یا که با او فضای فساد و رشوتی که در افغانستان وجود داره خب حقوق روزنامه‌نگاران پایمال میشه؟ آنچه که در فسادی که در افغانستان از او یادآوری میشه، در قسمت حقوق ژورنالیستا قضایی را که ما شاهد بودیم، هیچگاه دادگاه یا دادستانی کل در مجموع یا نتونستن که از فساد اگر رخ نکنه در کارهای حقوق رسانه ها از او پیروی نکردن و او زمینه ها مساعد نشده، چون قضای رسانه ای را و قضای ژورنالیست ها را تمام رسانه ها و تمام ژورنالیست ها و نهادهای ژورنالیستیک طوری تعقیب میکنند که اصلا این مجال نفوذ فساد در نهادهای عدلی یا قضایی افغانستان نمیتن. زیاد از قضیه های دادگاهی ژورنالیست ما نداریم او قضیه ها را زیاد نداریم. دو سه مورد که اگر قبلا در سالهای حدود 5 سال پیش یا 6 سال قبل پیش آمده، بیشتر این مسائل دادگاه که زیاد بر از او مسائل اهانت به دین مطرح شده، این مسائل مطابق شریعت محمدی و رویش تصمیم گرفتن. دیگر قضایی که اشخاص در موارد یا خود نهادهای دولتی بالای ژورنالیست ادعای داشته باشند، در قضای دادگاهی در افغانستان موردهایی است که مثلا ژورنالیست ها با بگیریم مدت‌های طولانی خب از آزادی محروم شده باشن یا جزا گرفته باشن یا بگیریم که جریمه انداخته باشن اونا را. در قضایای رسانه‌ای ما یک مدت زمانش زیاد نمیفهم پرویز کامبخش داشتیم که بالاخره به سر میانجیگری او از افغانستان اخراج شدن و دیگر قضایای رسانه‌ای بسیار که به شکل طولانی از ژورنالیست از آزادی محروم شده باشه، به استثنای یک قضیه که تقریبا 4 ماه را ما شخصا خودم در حبس به سر بردیم و دور از آزادی محروم بودیم. دیگر به این حد قضیه شما با چی برمیخواد؟
قضیه من طوری که من پیشترم از قبلا هم در صحبت هایم یادآوری کردم، ما از جمله ژورنالیست های محلی و ولایتی بودیم که زیاد به خواسته ها و فرمایشات مقامات محلی تن نمیدادم. به می دلیل که این قضایا را ما مشکلاتی که برای ما پیش می آمد به گزارشگران بدون مرزم در جریان قرار می دادم تا بالاخره باعث یک دسیسه شد که مرا به زندان انداختن و امی نهادهای دلیل اصلی به زندان انداختن شما چی بود؟ مرا ربط می دادن با مخالفین و روابط با مخالفین. مخالفی یعنی کی؟ تا حزب اسلامی و طالبان ما را ربط ندادن. برای حکمتیار و برای مولا محمد عمر برای زیا ربط ندادن که ما همیشه این طرف قضیه کی بود؟ دولت بود؟ نهادهای دولت بود؟ بله، نهادهای دولتی بود از طرف امنیت ملی ولایت مربوط و والی ولایت. این برنامه طرح شده بود و بالاخره موضوع به دادگاه کشانده شد. آنچه را که من میتونم بازم به صراحت بگویم که دادگاه در قضایای رسانه‌ای تا حال که اگر پیش آمده بی‌طرفانه عمل کرده. از جمله قضیه خودم هم میتونم یادآوری کنم که فشار زیاد از طرف نهاد امنیت ملی بالای دادگاه بود که اگر حد اقل تولاش بر ازی بود که از طرف دادگاه 1 روز حبس بالای ما تایید کنن و که این تقریبا 4 ماه را ما در حبس سپری کرده بودم. با آن هم دادگاه آنچه در اوراق و در تحقیقات وجود داشت مطابق از امو عمل کردن و مرا بری از ذمه دانستن و حکم برای رهایی ما دادن. خب بسیار مورد فکر میکنم که خب یعنی از همون چیزی که شما گفتین که خب مقامات قضایی و عدلی افغانستان در برابر ژورنالیستان نمیتوانند خب بسیار خودکامگی نشان بدهند، ولی شما به آینده رسانه ها در افغانستان، به رشد رسانه ها در افغانستان در آینده تا چقدر خوشبین هستید و چی چیزهای ضرور است که رسانه ها باز در افغانستان بیشتر رشد کنند و در نهادینه ساختن مردم سالاری، در نهادینه ساختن آزادی بیان، در خب نهادینه کردن خب فرهنگ رسانه‌ای باز بیشتر تاثیرگذار باشه؟ آنچه باید انجام میشد از طرف نهادهای رسانه‌ای برای رشد رسانه ها و نهادینه کردن کارهای رسانه‌ای فکر میکنم به حد کافی در افغانستان در مدت 14 سالی که گذشت انجام شد، مگر بیشتر از این که اگر ما فکر کنیم که افغانستان میتونه بیشتر از این آزادی را برش آزادی بیان توجه داشته باشه و این بیشتر از این امکان نهادینه شدن از این داشته باشه، این بحرانی که فعلا وجود داره و روز به روز ما به مشکلات افغانستان بیشتر میشه. منظور شما بحران سیاسی یا بحران امنیتی و بحران سیاسی و در کنارش اما قسمی که شما یادآوری کردین از حمایت ها و دور شدن حمایتگرای رسانه ها، این طبیعی است که وجود این چالش ها از رشد رسانه ها، از رشد بیشتر رسانه ها جلوگیری میکنه. مگر و موضوع امنیت که از همه مهمتر است که پای رسانه ها و ژورنالیست ها را از روز به روز از رفتن بر مناطق دورتر از شهرها
کوتاه می سازه و محدود می سازه. این از جمله چالش است که ژورنالیست و نهادهای ژورنالیستی نگران از این هستند. خب آقای مجددی، تاجیکستان و افغانستان در کنار اینکه دو کشور همسایه هستند، مشترکات بسیار زیادی فرهنگی، زبانی، تاریخی داریم و خب البته میشه گفت که یک ملتی که در دو طرف آمو و سر میبره، اما شناخت رسانه‌ای، تبادل رسانه‌ای و همکاری های رسانه‌ای که بین ما فعلا وجود داره از نظر شما قانع کننده است؟ یعنی با اندازه ممکن این ظرفیت ها استفاده شده است و باز نیاز بیشتر به همکاری و تبادل است؟ در این مورد قطعا من قانع نیستم. من قانع نیستم. بله، من حیث یک ژورنالیست افغان با او حد مشترکاتی که بین این دو کشور وجود داره و بین مردمش وجود داره، اصلا روابط نه تنها بین رسانه ها که بین مردم هم زیاد وجود نداره و امیدوار هستیم که نشستایی که با نهادهای رسانه‌ای تاجیکستان داشتیم اونها و ما هم تاکید بر تامین روابط و گسترش روابط بین ژورنالیست ها و رسانه های تاجیکستان افغانستان داشتیم و امیدوار هستیم که این جامعه عمل بپوشه و ژورنالیست های دو کشور با هم همونطوری که مشترکات فرهنگی و دینی دارن در کارهای مسلکی هم با هم و در کنار هم باشن. درست است. بله ببینید مثلا ما تقریبا هیچ کدام رسانه نه افغانستانی و نه تاجیکستانی در کشورهای هم دیگر نه نقطه های خبری داریم و نه به اصطلاح نمایندگی داریم. ما هم امیدوار هستیم که این همکاری ها زیادتر باشند و به نفع هر دو طرف هم باشند که بشود مثلا برای توسعه و رشد هم فعالیت رسانه‌ای و هم خب فعالیت حرفه‌ای خود ژورنالیست‌ها سبب شود. ما بسیار خوش شدیم که این صحبت با هم داشتیم و امیدوار هستیم که باز موردهای زیاد با هم ملاقات میکنیم و در مورد رشد و گسترش رسانه ها صحبت کنیم. انشالله خیر باشین. تشکر. و سلامت باشین. با امید ای که ژورنالیست های دو کشور با هم نزدیک شوند و انشالله که تا حد نزدیک هستند از هر لحاظ و از لحاظ مسلکی هم نزدیک شوند و هم روابط داشته باشند. ما داریم و امید میکنیم که ثبات و امنیت همیشه در افغانستان انشالله وجود بیاید.